من از اقلام مامجان خانواده سیتیافیای مؤسسه تحصیلات نام عمومی نامر 22 شهر خانیفی باشم. من این تراکتور را برای آن اختراع کردم که کارهای مردم ما را در چند آسان کند و در خواستگی ما یاری رساند. این تراکتور 12 سنزه نمودی کار را اجرا میکند، در پشتش شودگار میکند، سیخ مالا میکند، جایه میکشد، نمتی شودگار میکند و این را از اینجا میکنیم و دیگه مالش رو خوشه کنیم، مالا میکند و مالش را میکنیم، جایه پشک را خوشه میکنیم، جایه میکشد و سیخ مالا هم خوش کنیم. در این دوتا سیخ مالا کرده میرود. پیشش شالی میدرود، جو میدرود، گندم، علف ذاتی پیشش ده من اینجا خوش میکنه. شالی، گندم، جو، علف، جواری. من این رو در مدت 1 سال اختراع کردم.